گوش کنید آی عاشقا، آی دلای مبتلا، قصه یه مردی که بود دیوونه ی کربلا. همه روز و شبش ذکر یار و غریه بود، دلیل اشک چشاش دختر 3 ساله بود. از خودش بی خود میشد تا یه روز میشنوید شعرهای دیوونگیش تا به آسمون رسید. سینه بزن وقتی با گریه میخون خدایی میسوخت لا، وقتی میگو بای خدا من نرفتم کربلا، من نرفتم کربلا، رفتم کربلا، من نرفتم کربلا، من نرفتم کربلا. توی روزه ها میشد با رقیه رو به رو، به همش نگاه بیبی میده آبرو. همه دیدن سرشو با نام بیبی شکوه، طاقت دنیا نداشت پیش ما زیاد نمود. مگه می از یادم شورای آخری شد، هیچکی یادش نمیره ذکرای حیدری شد. آی بهشتی یا به ما یه قولی خدا داده، توی هیئت بهشت روز خون سجاده.